سید محمد خاتمی رئیس بنیاد باران اعلام می‌کند که همه شواهد امر حاکی که مهندس موسوی انتخابات را برده است، اما من پیشگو نیستم. در ادامه جنگ تبلیغاتی آغاز شده، از نخستین ساعات شمارش آرا، سایت‌های موافق و مخالف دولت به پیشبینی نتایج انتخابات می‌پردازند. پایگاه اطلاع رسانی موسوی به نقل از عربیه چیزی می‌زند که 69% رأی دهندگان موسوی را انتخاب کردند، اما پس از باز کردن صفحه خبر متوجه می‌شویم که این آمار متعلق به ایرانیان مقیم کشور استرالیا و نیوزلند است. 23 خرداد ماه 1388. در این روز پس از ساعتها تلاش مسئولین اجرایی و نظارتی انتخابات، شمارش آرا به پایان می‌رسد. اعلام تدریجی آرا از پیشتاز بودن احمدی نژاد در اکثر شهرهای کشور خبر می‌دهد. با اعلام نتایج قطعی انتخابات مشخص می‌شود دکتر محمود احمدی نژاد توانسته است با کسب 24.5 میلیون رأی رئیس جمهور منتخب شود. در ساعت 4 بعد از ظهر و پس از پایان شمارش آرا، مقام معظم رهبری در پیامی خطاب به ملت زمانشناس ایران تأکید می‌کنند انتخابات 22 خرداد با هنرنمایی ملت ایران نصاب تازه‌ای در سلسله طولانی انتخاب‌های ملی پدید آورد. مشارکت بیش از 80% مردم در پای صندوق‌ها و رأی 24 میلیونی به رئیس جمهور منتخب یک جشن واقعی. با این حال اولین بیانیه معترضین را حجت الاسلام مهدی کروبی صادر می‌کند. وی در اقدامی بی سابقه روز رأیگیری را روز سوگواری برای ملت ایران می‌نامد و اعلام می‌کند که نتایج اعلام شده مثبت است و از مهندسی ناشیانه‌ای در تنظیم آرای مردم سخن می‌گوید. او این بیانیه اعتراضی را با این جمله به پایان می‌برد که این تازه اول داستان است. ساعتی قبل با زهرا رهنورد مشاور و همسر میرحسین موسوی مصاحبه‌ای داشتم و نظر او را در مورد نتایج اعلام شده انتخابات داشتم. نتیجه آرا کاملا عکس اون چیزی که واقعیت داره، یعنی در واقع نسبت رأی موسوی به احمدی نژاد 4-1 بوده. در تمام نقاطی که من رفتم تقریبا همین حالت بود و نتیجه انتخابات چیزی برعکس رو ارائه میده که به نظر میاد اصلا یک پروژه اصلی تعیین شده باشه، البته به نظر و تعدیل. میرحسین موسوی هم امروز در پیامی خطاب به مردم اعلام میکند که تسلیم این صحنه آرایی خطرناک نخواهند شد. او با بهت‌آور دانستن نتایج انتخابات این نتایج را حاصل شعبده بازی دستاندرکاران انتخابات و صدا و سیما می‌خواند. وی همچنین اعلام می‌دارد که به روند انتخابات به شدت معترض است و از ستادهای انتخاباتیش می‌خواهد که همچنان در صحنه حضور داشته باشند و در جهت منویات او تلاش کنند. صحنه‌ای که در نظر گرفته شده فکر نمی‌کنید اعتماد خیلی کاهش پیدا کرد؟ نه کاهشی هم پیدا نکرد. به شرطی که مردم خودشون میاد جلو. خصوصیت مهواداره چیه به نامزدها بعد از روز انتخابات؟ اگر از روز کردن دل رفت خیابونا آتشفشان‌هایی که نوید آنها داده شده بود آغاز به فعالیت می‌کنند. نخستین تجمع غیرقانونی در خیابان فاطمی و خیابان ولیعصر شکل می‌گیرد. آتش‌سوزی 3 دستگاه اتوبوس، موتورسیکلت‌های مردم، اموال عمومی و سطح‌های زباله از نخستین نتایج این تجمعات غیرقانونی می‌شود. در استان‌های دیگر نیز از جمله اصفهان و فارس تجمعات برگزار می‌گردند. حرکت‌های انجام گرفته بعد از شمارش آرا تداعی کننده فعالیت‌های مشابه در کشورهایی است که در آنها انقلاب‌های رنگین اتفاق افتاده و با فتح کاخ ریاست جمهوری نتایج انتخابات عوض شده است. تجمع در روبروی وزارت کشور همزمان با میدان بنک، فاطمی، ولیعصر و انقلاب آغاز می‌شود. همچنین شایعه تجمع در روبروی صدا و سطح شهر می‌پیچد. امروز همچنین مهندس موسوی بیانیه‌ای خطاب به مراجع و علمای قوم صادر می‌کند. وی با اعلام آنچه تقلب در انتخابات می‌خواند تصریح می‌کند که نامزد منتخب از امکانات عمومی از جمله صدا و سیما سوء استفاده کرده است. وی در ادامه با ناکارآمد خواندن قوه قضاییه و دادستان کشور اعلام می‌کند که به اعضای ستاد وی در اماکن مختلف حمله شده است. اتفاقات تهران به سرعت روی فلکس خبرگزاری‌های دنیا قرار می‌گیرد.
تصاویر آتش زدن زباله‌ها و شکستن شیشه‌ها با عنوان عدالت طلبی مردم ایران به اعتراض به نظام جمهوری اسلامی و انتخاب احمدی نژاد مخابره می‌شود. During the post-election unrest, now Iran is zeroing إلى إيران. وسعت إيران لميثاق أزمتها الداخلية عندما اعتقلت Reuters news agency out of Tehran. From the Iran desk at CNN. On Mir Hossein Mousavi احمدی نژاد ساعت 10 شب در یک مصاحبه تلویزیونی از برنامه‌های آینده سخن می‌گوید و معتقد است راه برای همه در کمک کشور در دولت باز است و از مردم به خاطر انتخاب مجدد او تشکر می‌کند. از همه تشکر کنم، همه کسانی که چنین حماسه بزرگی رو خلق کردند، چه اونهایی که به من رأی دادند، چه کسانی که به دیگران رأی دادند، همه در خلق این حادثه بزرگ شریک بودند. 24 خرداد 1388 یک شنبه صبح شاهد تجمع تشکل‌های دانشجویی از ساعت 10 تا 12 در مسجد دانشگاه تهران هستیم. میگویند قرار است هر روز تا تغییر نتیجه انتخابات این تحسن ادامه پیدا کند. امروز یک شنبه درگیری‌ها و تجمعات در شهر تهران ادامه می‌یابد. همچنین طی فراخوانی ستادهای موسوی به تهران فراخوانده می‌شوند. ساعت 4 بعد از ظهر میدان ولیعصر تهران شاهد برگزاری جشن پیروزی ملت ایران در انتخابات و سخنرانی رئیس جمهور منتخب است. عده‌ای از سران گروه‌های اصلاح طلب به جرم تحریک معترضین به اغتشاش و برهم زدن نظم عمومی بازداشت می‌شوند که از جمله آنها می‌توان به اصلیانفر از حزب کارگزاران، میرزامادی از حزب مشارکت، رمضانزاده از حزب مشارکت، زیدآبادی از اعضای ستاد کروبی، بهزاد نبوی و تاجزاده از سازمان مجاهدین انقلاب اشاره کرد. میر حسین موسوی در نامه‌ای به شورای نگهبان درخواست می‌کند که انتخابات به دلیل توهین به آقای هاشمی رفسنجانی و ناطق نوری پیش از انتخابات بیان مطالب خلاف امنیت ملی، کارشکنی فرمانداری‌ها، کمبود تعرفه، دادن وقت اضافه به احمدی نژاد در صدا و سیما و ورود نظامیان در انتخابات ابطال شود و انتخابات ریاست جمهوری دوباره برگزار گردد. مجمع روحانیون مبارز هم در بیانیه اعلام می‌کند که مهندسی آرا صورت گرفته است و از ملت پوزش می‌خواهد که نتوانسته است از آرای آنها خیانت کند. مجمع روحانیون ضمن اعلام حمایت قاطع از موسوی تأکید می‌کند که او را تنها نخواهند گذاشت. همچنین از شورای نگهبان هم درخواست می‌شود که انتخابات را ابطال و آن را در فضای عادلانه تجدید کنند. من باید عرض کنم که این اعلام این نتیجه شوک عظیمی را به مردم ایران وارد کرده. با هیچ منطقی نمیتوان در از توجیه کرد رأیی که برای آقای احمدی نژاد شمرده شده. آقای موسوی قطعاً با عددی بالای 24 میلیون برنده انتخابات و بعد از او هم اتفاقاً آقای کروبی قرار داره که سعی کردن تحقیر کنن ایشون رو، چون بیشتر از همه پریده به حکومت بردن کردنش 9 مثلا درصد و آقای احمدی نژاد همون جوری که پیش بینی میشد که بین 7 تا 11 میلیون رأی بیاره کمتر از در حدود 10 میلیون ایشون رأی آورده. تهران ما صبح امروز با شگفتی از خواب بیدار شد. از یک طرف شاید طرفداران محمود احمدی نژاد هم باور نمی‌کردند که با چنین اختلافی برنده انتخابات باشند و از طرف دیگر طرفداران نامزدهای مخالف هم هنوز آماری را که میشنیدند باور نمی‌کردند. میر حسین موسوی در بیانیه‌ای خطاب به مردم درخواست می‌کند که مردم آرامش خود را حفظ کنند. وی تاکید می‌کند که تخلفاتی که در دهمین انتخابات ریاست جمهوری صورت گرفته است بسیار جدی و رنجش عمیق شما کاملاً به حق است. وی همچنین از نیروی انتظامی خواست با درایت با مردم برخورد نمایند. او از پیگیری جدی شکایت انتخاباتی خبر داد. این در حالی است که مسئولین نظام همه مردم را به آرامش و پیگیری مطالبات از طریق قانونی دعوت می‌نمایند. ستاد آقای میر حسین موسوی از روز شنبه درخواست راهپیمایی از وزارت کشور از میدان انقلاب تا آزادی را نموده که با موافقت وزارت کشور همراه نمی‌شود. ما باید کاری کنیم این موج از حرکت باز نیسته. سبز پوشیدن، سیاه پوشیدن، مهم اینه موج از حرکت باز نیفته. امروز روزنامه واشنگتن تایمز صفحه اول تظاهرات گسترده‌ای که ملت ایران انجام دادن رو نشون میده در میدان آزادی. شهریار سابق که تیترش از بزرگترین تظاهرات ایران قبل از انقلاب و زیر اون هم در تیتری که اینجا هست پایه‌های رژیم در لرزه هست.
در ساعات پایانی شب اعلام می شود رهبر معظم انقلاب با مهندس موسوی از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری دیدار و گفتگو می کنند. رهبر معظم انقلاب بر پیگیری شکایت از طریق مراجع قانونی تاکید می کند. 25 خرداد ماه 1388 در اوایل بامداد روز دوشنبه درگیری‌ها در کوی دانشگاه بالا می‌گیرد.